سلام بچه، چطورین؟ خوبین؟ چهارشنبه سوریتون پیشا پیش مبارک باشه. من به بهانه چهارشنبه سوری خواستم که یه ویدیو جدید یوتیوب درست بکنم. در این ویدیو راجع به یه سری فلسفه ها، اعتقادات و مسائلی که ممکنه برای شما جذاب به نظر برسه صحبت بکنم. تصور نسل ما از چهارشنبه سوری همیشه با شنیدن صدای ترقه و نارنجک و صداهای مهیب و وحشتناک بوده، ولی وقتی که پای صحبت بزرگترها پدر مادر بزرگامون بشینیم میبینیم که چهارشنبه سوری اونا متفاوت‌تر و به نظر من جذابتر و جالبتر و پرشورتر بوده. خالی از لطف نیست بگم که تا قبل از ورود اسلام به ایران هر ماه، یعنی در پایان هر ماه، ایرانی‌ها یه جشنی می‌گرفتن که هر کدوم اسم خاص خودشو داشته، ولی روی هم رفته به این جشن‌ها سور میگفتن. که خب من این سور رو از قدیم میشنیدم و زمانی که بچه تر بودم فکر میکردم که این سور همون سوریه که توی پاسور و این چیزا هست و بعدها فهمیدم که این سور خیلی معنیش متفاوته و خب خیلی هم مثلا وقتی میبینیم یکی تو کاری موفق شده یا یه موضوع خوبی پیش اومده به طرف میگیم باید یه سور بدی، یا پس این سور اون سور پاسور نبوده و من همیشه تو عالم بچگی راجبش اشتباه فکر میکردم. فلسفه چهارشنبه سوری چیه؟ چهارشنبه سوری آخرین سه‌شنبه سال برگزار میشه و اصولا در شبم برگزار میشه و یه جورایی از قدیم اعتقاد بر این بوده که خداحافظی با فصل سرد، سرما، انرژی منفی، بیماری و سلام به فصل تازه، به گرما، به نور و انرژیه. و خب همینطوری هم که ما میدونیم یکی از سنت هایی که در چهارشنبه سوری هستش بوته افروزی و آتش زدن بوته هست. البته اینجا نوشته بوته ولی خب الان خیلی چیزای دیگه آتیش میزنن و خب از روش میپرن مردم و اون اصطلاح معروف زردی من از تو، سرخی تو از من، و اعتقاد داشتن که با پریدن از روی آتیش هرچی انرژی منفی، بیماری و تاریکی رو ما به آتیش میدیم و از آتیش اون گرما، قرمزی و انرژی مثبت رو دریافت میکنیم. و یه چیز جالبی که من خوندم و خیلی برام قشنگ بود این بود که پریدن از آتش رو از داستان اساطیری گذر سیاوش از آتش سرچشمه میگیره. همونطور که ذات و سرشت سیاوش پاک بوده و به سلامت از آتش عبور میکنه، پریدن از روی آتش هم بر این اعتقاده که اون سلامتی و با سلامت ما از آتش عبور بکنیم. یکی دیگه از مراسم و سنت هایی که در چهارشنبه سوری وجود داره پالگوش نشینی هستش که از قدیم این وجود داشته و من خودم از مادرم هم شنیده بودم که میگفتن هوا زمانی که کم کم رو به تاریکی میشه در شب چهارشنبه سوری، افراد میرن داخل خیابون و در گذرگاه ها و پشت در خونه ها، یعنی این اتفاق در قدیم میافتاده و اون نیت قلبی که داشتن، اون حالا نیتی که کرده بودن، اولین کلمه یا جمله‌ای که راجع به خودش یعنی میشنون یه جوری در مورد خودشون تعبیر میکردن و به این نتیجه میرسن که آیا اون نیتشون مثبت خواهد بود یا منفی. و خب این من تو دوران کودکی اینو وقتی شنیده بودم شبای چهارشنبه سوری واقعا تا مدت‌ها با من بود، میترسیدم که حالا اون شب یه چیزی، یه کلمه منفی، یه جمله‌ای بشنوم و تو روم تاثیر داشته باشه. گوشامو میگرفتم، شاید باورتون نشه، ولی سالیان سال بود که فراموش کرده بودم، ولی باش خوندن این دوباره یادم افتاد. یکی دیگه از رسم و رسوم‌های جالبی که توی چهارشنبه سوری وجود داشته که هنوز نمیدونم در شهرهای مختلف هنوز این اجرا میشه نمیشه اطلاعی ندارم، ولی سنت قاشق زنیشون بوده و به این صورت بوده که خب به یه روبنده‌ای رو صورتشون میکشیدن و با یه کاسه درون دستشون میرفتن قاشق زنی میکردن پشت در خونه ها و اون افراد داخل خونه براشون آجیل چهارشنبه سوری، شکلات، آب نبات و خوراکی میریختن داخلش که راجع به همینم یه سری اعتقاداتی وجود داره. که از اعتقادا این بوده کسایی که تو خونهشون بیمار داشتن
به نیت اینکه بیمارشون شفا پیدا بکنه میرفتن دم در خونه ها و قاچاق زنی میکردن و اون خوراکی که میگرفتن و به بیمار میدادن به نیت اینکه شفا پیدا بکنه. و یه مورد خیلی جالبی که بهش برخوردم در مورد این فلسفه قاشق زنی برام خیلی جالب بود، گفتم با شما هم در میون بذارم، که میگفتن این قاشق زنی از آیین زرتشتیا سرچشمه گرفته که در اوستا اومده که اهورامزدا در 5 روز آخر سال تا 5 فروردین به مدت 10 روز در دوزخ رو باز میذاشته و ارواحی که دارای یه روح پاک و ذات نیکی داشتن به دنیای زنده ها میان و پشت در خونه ها میان با همون روبنده و از بستگان و افرادی که هدیه میدادن هدیه دریافت میکردن و این براشون خوشیوم بوده و این یکی از تعبیرایی بوده که ارواح نیک در رستاخیز آخر سال به دنیای زندگان پا میذاشتن و هدیهشون رو دریافت میکردن. یکی دیگه از سنت هایی که در چهارشنبه سوری وجود داشته سنت کوزه شکستن بوده که اعتقاد داشتن با شکستن کوزه هرچی بلا و انرژی منفی و اتفاقای بده رو از بین میبرن. و یه دلیل علمی که بعدها براش پیدا شده و برام خیلی جالب بود این بود که چون ظرفای سفالی لعاب نداشتن و اعتقاد داشتن که بعد یه سال درونش میکروب و آلودگی رخنه میکنه به اصطلاح و وارد اون کوزه میشه، میشکوندن تا از آلودگی و بیماری جلوگیری کنن و عده‌ای هم بر این باور بودن که با شکستن کوزه کار کوزه‌گرا رونق پیدا میکنه و مجبورن همه ازشون خرید بکنن و برای سال جدید یه برکتی به زندگیشون اضافه میشده. یکی از سنت‌های جالبی که در چهارشنبه سوری وجود داشته سنت شال‌اندازی بوده. برای من خیلی جالب بود، گفتم برای شما بگم که بیشتر پسرای جوون این کار انجام میدادن که حالا پشت بوم خونه یا نزدیک یا دم در خونه اون دختری که دوستش داشتن یه شالی آویزون میکردن و گره میزدن و حالا اگر جواب خانواده اون دختر و دختر به این پسر مثبت بود گره رو باز میکردن و اون شال رو دور مچ دست دختر میبستن، ولی اگه جواب منفی بود اون گره همونجا باقی میمون داخل اون شاله خوراکی و همون آجیل چهارشنبه سوری و اینا قرار میدادن و تحویل پسر میدادن که یعنی دیگه جواب اون منفیه. یکی دیگه از سنت ها که هنوزم بین ما ایرانی‌ها رواج داره مخصوصا در شب یلدا سنت شاهنامه خوانیه که در قدیم هم دور آتیش جمع میشدن شاهنامه خونی میکردن و کسایی که دستی در هنر داشتن مثل ساز زدن، آواز اون محول رو گرم میکردن و یکی ساز میزده یکی میخونده و در کنارش هم شاهنامه خوانی انجام میشده. خب این سنت خیلی قشنگیه که به نظرم باید تا الان ادامه پیدا میکرده. بعد من بر اساس چیزی که خوندم متوجه شدم که خیلیا جشن سده رو با چهارشنبه سوری اشتباه میگیرن. اینا درسته یه سری شباهت هایی با هم دارن که مثل این آتش روشن کردنه، ولی با این تفاوت که آتش جشن سده به مراتب خیلی بزرگتر و پرحجم‌تره و این شباهتی که بینشون وجود داشته کشاورزا اکثرا این آتیشا رو روشن می‌کردن و عده‌ای بر این باور بودن که وقتی این آتیش خاموش می‌شده کشاورزا اون خاکستر رو توی زمینشون میپاشیدن و حالا به نیت خداحافظی با فصل سرما و پربار بودن سال بعدشون. یکی از تفاوت‌های عمده‌ای که جشن سده با شب چهارشنبه سوری داره اینه که جشن سده در 49 زمستون، چله زمستون که به اصطلاح میگن برگزار میشده 40 روز پس از زمستون، ولی خب شب چهارشنبه سوری آخرین سه شنبه سال هستش و خب این یه تفاوت خیلی بزرگیه. این همه راجع به سنت‌ها، اعتقادا و یه سری فلسفه صحبت کردیم. حالا جدا از همه اینا من دوست داشتم اینم عنوان کنم که خواهش میکنم تو این روزا حواسمون به حیوانام خیلی باشه. حالا سگ و گربه و ایناش هیچ فرقی نداره،
همهشون واقعا میترسن، سر و صداهایی که به وجود میاد، پرنده، سگ، گربه، و واقعا اینا دچار آسیبای جبران ناپذیری میشن، چون حیوونا این قدرت شنواییشون چندین برابر ما انسان ها هستش. و خب الان فصلی هستش که بیشتر حیوانات، خب بیشتر الان گربه ها تو خیابون هستن، باردار هستن و با شنیدن این صداها ممکنه خیلی اتفاقای جبران ناپذیر براشون بیفته. مراقبشون باشیم، به جای ترکوندن این ترقه و نارنجک و اینا، خب این مراسم رو حتما ما خب باید مراسم ایرانیمون رو همیشه برگزار بکنیم و زنده نگه داریم این سنتامون رو. ولی خب باعث هم نشه که به موجودات دیگه آسیب بزنیم، حتی به گیاها، درختها، اینا حق زندگی دارن. و یکی دو تا مورد میخواستم راجع به کسایی که حیوان خونه دارن و پت دارن، سگ و گربه، بگم که اگر خب داخل ایران هستین و سر و صدا داخل خونتون میاد تو شب چهارشنبه سوری، ترجیحاً براشون یه موزیک ملایم بذارین، کلاسیک و حالا موزیکایی که مربوط به آرامش حیوانات هست براشون بذارین و کنارشون باشین، نوازششون کنین و اینکه به دور از سر و صدا نگهشون دارین، اصلا بیرون نبرین چون واقعا میترسن. و سعی کنین اگه دیدین خیلی میترسن با تشویقی و ناز و نوازش بهشون آرامش بدین، چون اونا واقعا نباید اسیر خودخواهی ها و یه سری چیزای ما بشن. ولی خب میگم در کنارش هم منظورم این نیست که برگزار نکنیم. من اعتقادم اینه که همیشه سنت هامون رو باید زنده نگه داریم، چون ما ایرانی هستیم و ایران هم با همین سنت ها زنده است. ولی خب حواسمون هم باید به موجودات دیگه مثل گل و گیاه و حیوونا باشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه بودین. امیدوارم که چهارشنبه سوری بهتون خیلی خوش بگذره و پیشم یه سال خیلی خوب پر از سلامتی، برکت، ثروت و دل شاد آرزو میکنم.